طبق استاندارد ITC ضریب تشعشع برای بازرسی‌های عمومی بازرسی‌های جنرال 95 صدام هست که چه توی دوربین چه توی نرم افزار بهتر هست که در حالت کلی برای کل عکسمون 95 صدام رو در نظر بگیریم. اصولا موادی که نافلز هستن ضریب تشعشع نزدیک به 95 صدام دارن و با همین ضریب تشعشع دماهایی که قرائت میکنیم تقریبا نزدیک هست به واقعیت دماهای اون اجسام. اما موادی که برای ما مشکل ساز هستن مواد فلزی هستن که اصولا ضریب تشعشع پایینی دارن، زیر 7 هست ضریب تشعشعشون و بهتر هست به صورت تک تک تعریف بشه. خب اگر که بخوایم اهمیت این ضریب تشعشع رو به شما نشون بدیم، اینجوری هست که با تغییرات جزئی ضریب تشعشع دمایی که ما قرائت میکنیم به شدت افزایش پیدا میکنه. هر چقدر به سمت یک بریم جسم ما جسم سیاه در نظر گرفته میشه، جسمی که تمام امواج رو به خودش جذب میکنه، مثل یک سیاهچال رفتار میکنه و هر چقدر به سمت صفر نزدیکتر بشیم جسم ما یک جسم صیقلی هست، هیچ امواجی رو به خودش جذب نمیکنه و همه چیز رو انعکاس میده. خب الان اگر که نگاه بکنید دما با ضریب تشعشع 95 صدام توی این قسمت از کندانسور 164 درجه سانتیگراد برای ما نشون داده شده. حالا اگه من بیام این ضریب تشعشع رو کاهش بدم میبینید که دما افزایش پیدا میکنه. هر چقدر که این عدد کاهش پیدا میکنه این ضریب تشعشع به شدت چون که دما افزایش پیدا. دومین پارامتر تاثیرگذار توی بازرسی‌های ما پارامتر دمای محیط هست. اصولا ممکنه یه دستگاه توی یه فضایی کار بکنه که دمای هوا اصولا سرد هست یا دستگاه مورد توی یه فضایی کار میکنه که دمای هوایی بیس ما گرم هست. بهترین کار این هست که اول بازرسی بیایم و به وسیله دوربین یک قسمتی از محیط که حالا سایه هست تحت تاثیر مستقیم خورشید قرار نداره رو انتخاب کنیم، دما رو ذخیره بکنیم یه جا یادداشت کنیم و بعدا توی آنالیزامون این دما رو اینجا وارد بکنیم. تغییرات این دما عملا توی دمای اصلی ما مقداری تاثیر میذاره. قسمت بعدی قسمت ابزارهایی هست که برای ما اینجا آوردم و میتونیم حالت مختلف تصاویر رو ببینیم. اولین قسمت ویزیبل هست که با اون ابزار میتونیم حالت عکس ویژوال تصویرمون رو ببینیم. دومین قسمت کانترست هست که کانترستمون میاد میزان کیفیت رنگ رو برای ما تغییر میده. تمرکز تصویر توی یک بخش حرارت بالا رو بیشتر میکنه برای ما. قسمت بعد فیوژن یا ترکیب تصاویر حرارتی و طبیعی هست که عملا با این ابزار ما میتونیم تصاویر حرارتی رو منطبق کنیم تصاویر طبیعی. قسمت بعدی ابزار ایزو هست. ایزو میاد برای ما نقاط همدما رو نشون میده. یکی از کاربردهای دیگه ایزو شناسایی محل شار حرارتی است، از محل ماکسیموم به محل مینیموم، که یکی از کاربردهای دیگه اون هم باز شناسایی وضعیت عید دقیق حرارتی از مشکلاتی که در اثر انعکاس برای ما وجود میاد قابل تفکیک هستن. توی این قسمت ما میایم حد ماکسیموم و حد مینیموم دما رو مشخص میکنیم و در همون محل حرکت دما رو نشون میده. قسمت بعد ابزار H هست که میاد محدوده های حرارتی رو که ما داریم که از هم دیگه
جدا هستن یا جاهایی که اختلاف دما دارن با این ابزار H واضح‌تر قابل شناسایی هستن. و قسمت بعد قسمت تایل هست که اگر که ما چند تا عکس رو وارد کنیم اینها رو میذاره چیدمان مربعی که همدیگه برامون مشخص می‌کنه. و ابزار آخر قسمتی هست که اگر که ما روی تصویرمون صدا ذخیره کرده باشیم قابلیت پخش، استوب و رکورد رو برای ما به وجود میاره. بریم قسمت بعدی که ابزارهایی هست که اینجا ما باهاشون سر و کار داریم که اصطلاحاً ابزارهای آنالیزی بهشون گفته میشه. اول ابزار نقطه هست که مثل یک ترمومتر عمل میکنه. ما روی هر نقطه از تصویر این نقطه رو قرار بدیم دمای همون نقطه رو خواهیم بهش. اصولا توی تجهیزاتی که توزیع دما توی سطحمون یک نواخت هست یا مثلا تعداد تجهیزات خیلی زیاد هست و ابعادشون کم هست از نقطه استفاده میکنیم. دقت نقطه عملا یه مقدار پایین‌تر از دقت ابزار بعدی که اسمش ناحیه هستش و جاهایی که مثل این کندانسور توزیع دما به صورت یک نواخت نیست بهترین گزینه انتخاب یک ناحیه روی تصویر اون هست که به وسیله این ابزار میتونیم بیایم ناحیه‌مون رو مشخص کنیم. با انتخاب ناحیه توی قسمت باکس ماکسیموم، مینیموم، میانگین، ضریب تشعشعی که در نظر گرفته شده برای اون ناحیه مختصاتش توی تصویر بهمون نشون داده میشه. برای پاک کردن ابزارهای آنالیزی که وارد تصویر شدن و ما اونها رو لازم نداریم میتونیم راست کلیک کنیم، دیلیت آبجکت رو بزنیم. اگر بخوام همه ابزارها پاک بشن حالا آبجکت رو میزنیم. اگر بخوام نقطه ها پاک بشن، اگر بخوایم ناحیه ها پاک بشن و اگر بخوایم خط ها پاک بشن. من فرضاً میخوام نقطه ها رو پاک کنم. هال پوینتس رو میزنم و تمام نقطه ها پاک میشن. یکی از ابزارهای جالبی که با رسم ناحیه بهش دسترسی پیدا میکنیم ابزار هیستوگرام هست. هیستوگرام میاد برای ما میزان دماهای مختلف رو در تصویر بر حسب پوینت یا پیکسل بهمون میده. مثلا اینجا میگه من دمای تقریبا 165 درجه رو برای شما مثلا تعداد 446 پوینت توی تصویر دارم میبینن که براتون اینجا توی نمودار نشون میده. و به همین شکل توزیع مختلف دماهای دیگر روی تصویر برامون بر حسب پوینت نشون میده. یه موقع هست همونجوری که خدمتتون عرض کردم ما یه تصویر داریم که ممکنه که چند تا جنس مختلف توی اون هدفمون مثلا داشته باشیم و بخوایم هر کدوم از اونها رو فرضاً با ضریب تشعشع مختلفی نشون بدیم. فرضاً مثل اینجا من میخوام بیام و ناحیه‌های مختلفی رو تعریف کنم که توی این ناحیه‌ها ضریب تشعشع‌های مختلفی وجود داره. فرضاً توی این فیوزهایی که اینجا دارم یه ناحیه A، یه ناحیه B، ناحیه C، ناحیه D. فرض میکنم اینها با هم دیگه موادشون فرق داره و میخوام بیام اختلاف دماها رو با هم دیگه توی واقعیت ببینم. خب توی ناحیه A که کلیک بکنم، راست کلیک، گزینه set object رو که انتخاب کنم، یه سری پارامتر قابل تنظیم برای من اینجا نشون داده میشه. خب اگه من بخوام مثلا فرضاً ضریب تشعشعی رو تعریف بکنم، فرض میکنم مثلا حالا با مراجعه به جدول ضریب تشعشع فرضاً یه آلیاژی از آلومینیوم هست که اکسید نشده و توی محدوده دمایی تقریبا زیر 25 درجه سانتیگراد هست. ضریب تشعشعش فرضاً 2 سرمی مثلا حالا بالاتر مثلا فرضاً اکسید شده مثلا 11 سرمی. من تعریف میکنم 11 سرمی. اوکی. خب قسمت بعدی فرضاً یه ماده دیگه مثلا بیسموت مثلا حالا
روشن مثلا 34 سنه. قسمت بعدی باز فرض میکنم یه ماده مثلا دیگه، مثلا آهن